کرمانشاه که بگم هیچ وقت به اندازه کافی نگفتم. آشنایی با استان‌های ایران. استان کرمانشاه. این استان در غرب ایران قرار داره. کرمانشاه از شمال با کردستان، از جنوب با لرستان و ایلام، از شرق با همدان و از غرب با عراق مرز مشترک داره. مساحت این استان 24640 کیلومتر مربع که کمی از کشور جیبوتی در آفریقا بزرگتره. جمعیت این استان هم حدوداً 2,050,000 نفره. کرمانشاه از 14 شهرستان و 35 شهر تشکیل شده. چند نمونه از شهرستان‌های اون قصر شیرین، پاوه، جوانرود، کنگاور و کرمانشاه. استان کرمانشاه که دارای آب و هوای متنوعی در مناطق مختلفه که حدود 770 چشمه در آن وجود داره. همچنین بیش از نیمی از وسعت استان کرمانشاه را کوههای مرتفع پوشونده. در کرمانشاه زمانی 500 سراب وجود داشت، اما در سال 1402 این عدد به 74 سراب کاهش پیدا کرده. در آمارهای رسمی لک‌ها به عنوان بخشی از قومیت کرد در نظر گرفته میشه، اما در چند سال اخیر برخی مدعی شدند که لک‌ها قومیتی جداگانه هستند. بنابراین آمار رسمی قوم‌های این استان به این ترتیبه که 92% کرد، 4% فارس و تقریباً نیم درصد لر و اندکی هم عرب در این استان زندگی میکنند که آمار رسمی از لک‌های این استان وجود نداره، اما پیش بینی میشه که حدوداً نیمی از جمعیت این استان رو لک‌ها تشکیل میدن. به علت آب و هوا و شرایط اقلیمی در استان کرمانشاه محصولات کشاورزی مختلفی تولید میشه. از این استان به عنوان یکی از مراکز کشاورزی ایران یاد میشه. کرمانشاه با دارا بودن پتانسیل بالا اما رتبه اول بیکاری در کشوره. آثار و نوشته‌های تاریخی اون نشون میده که کرمانشاه از نخستین مراکز تمدن بشری بوده، برخلاف سایر نقاط ایران که به صورت مقطعی مورد سکونت قرار گرفته. این استان بدون وقفه در دوره‌های مختلف تاریخ محل سکونت بشر بوده. چند نمونه از مکان‌های گردشگری کرمانشاه میتونیم از تاغبستان، بیستون، غار پراو و سراب نیلوفر نام ببریم و همچنین از غذاهای محلی این استان هم میتونیم به دنده کباب، خورشت خلال کرمانشاهی، آش عباس علی و کوفته شیرین کرمانشاهی اشاره کنیم. پلاک‌های این استان هم 19, 29 و 39. پیش شماره بین شهری اونها هم 083. من محمدم و قصد دارم در این پیج اطلاعات استان‌های ایران و کشورهای جهان رو برات فراهم کنم. اگر به این محتوا علاقه داری منو دنبال